یه جمله‌ای که تازگی‌ها زیاد داره میشنویم اینه که من آدم کمالگری هستم متأسفم. ولی صبر کن، متاسفانه یعنی چی آخه؟ این واژه کمالگرا رو خیلی سپر دفاعی کردن برای اینکه هیچ کاری نکنن. میگم من کمالگر هستم پس شروع نمی‌کنم. من کمالگر هستم ول می‌کنم. ببین واقعیتش اینه، کمالگرایی اگر بهونه باشه اسم دیگه‌اش تنبلی شیکه. یه برچسب فانتزی برای اینکه از زیر بار تلاش و ریسک در بری. انگار وقتی میگه کمالگر هستم داره یه برند لاکچری میچسبونه رو شکستاش که بگه نه بابا من شکست نخوردم، فقط کمالگرا بودم. ببین کمالگرا بودن یعنی که به سمت بهتر شدن قدم برداری، نه اینکه بشینی تو همه چیز بی‌نقص بشه. هیچ وقت بی‌نقص نمیاد. فقط آدمای بی‌عمل و تنبل این اسمو رو تلاش نکردنشون میذارن. پس اگر تو میخوای پیشرفت بکنی و به مسیرت برسی، کمالگرا بودن و این چیزها رو بذار کنار. همیشه اولین قدم سخت‌ترین قدم. برو جلو، ایرادای کارتو پیدا کن، به مسیرت ادامه.